علیکم. من مادر ابراهیم و سمیه که با نام سلامت میشناسنش در ناحیه فیض آباد زنده شده کار میکرد. روز 24 اپریل سال 2023 از خانه به درک برآمده رفته است. من از شما خواهش میکنم که التماس و خواهش میکنم که همین سخنهای گپزدگی مرا در اینترنت های پرتوی طولی 6 ماه میشد که نه خبر است نه خط است نه یکم تلفن. السلام علیکم دوستان عزیز، خداوند حفظتان کنه. در پیش خونه خدایم دعاگو باشید. در حق ما هم نیز در حق هر یک کدام شما دعاگو هستیم. مردم سربلند و مسلمان تمام دنیا. برادران عزیز، همین خواهر که میبینی خواهر ما سمیه از فیض آباد 25 اپریل که بی‌درک گشتگی است. از ما خواهش کردم برادران خویش توارش مادر شدید نوارش از اول ماندم. التماس خواهش میکنم همین نوار یک دقیقه 5 کنه. خواهر عزیز در گوشه باشی. پیش فرزندو تبیو صاحب 3 فرزند بده خواهر ما. خاک چی بگم که خواهرها نگفتن خوبتر است. خواهرها یوشی میکنن، بعضش چی میگن ایمون که ضعیف است، شاید گیزلگی زندگی پستی بلندی ده همه طرف خشتمان اینا میشوند، بعد همین خیلی میبرویان میروند. خواهر مهربان با گوجه هستی التماس با پیش پدر مادر برگرد. برادر عزیز، از شما خواهش میکنم به خاطر همین گریه های مادرش، به خاطر همین خواهری که مشتگی ویدیو را پاک کنید. رحمت خدا برای دست گیرید.